4 مشکلی که گربه از تو مخفیش میکنه و وقتی متوجهش میشی که دیگه کار از کار گذشته. مورد اول نارسایی کلیه. وقتی میبینی گربه داره خیلی غیر طبیعی آب میخوره، احتمالاً تا 75% کارایی کلیه‌اش رو از دست داده. مورد دوم مشکلات دندان. حتی با وجود درد شدید و التهاب لثه، گربه داره همچنان غذاشو میخوره و شما وقتی متوجه میشی که شاید مجبور شی نصف از دندوناشو بکشی. مورد سوم مشکلات کبد. گربه سر حال بازیگوشه، تغذیه‌اش خوبه، اما متوجه نارسایی کبدیش نمیشی تا زمانی که میبینی مخاطاتش رو به زردی داره میره و درصد خیلی زیادی از کبدش از بین رفته. مورد آخر بیماری‌های قلبی. شاید فکر کنی که کم شدن فعالیت گربه و تغییر ریتم تنفسش به خاطر بالا رفتن سنش باشه، در صورتی که این مشکلات میتونه از قلبش باشه. گربه ها تو پنهان کردن بیماریاشون خیلی استادن. معمولا وقتی علائم نشون میدن که دیگه خیلی دیر شده، پس برای همینه که ما بگیم که چکاپ ها و آزمایشات دوره‌ای رو جدی بگیریم. گربه‌ها مثل آدم‌ها گریه نمی‌کنن، اما به این معنی نیست که ناراحت نمیشن. به جاش با انجام دادن یه سری کارها ناراحتیشون رو نشون میدن. اولی جای عجیب غریب قایم میشن. اگه دیدی گربت خیلی ناگهانی میره داخل کمد، زیر تخت یا جایی خیلی تنگ و تاریک خودش رو پنهان میکنه، یعنی ناراحته و به طور غریزی احساسش رو نمیخواد بروز بده. دومی اشتهاشون تغییر میکنه. گربه‌ای که افسرده و ناراحته ممکنه اصلا غذا نخوره یا برای آروم کردن خودش بیش از حد غذا بخوره. سومی بیش از حد میخوابن. گربه‌ها به صنایع حرفه‌ای معروفن، اما اگه بیش از حد میخوابه و تعاملش باهات کم شده، یعنی خوشحال نیست و دوست نداره از جاش بلند شه. چهارمی خیلی زیاد میو میکنن. بعضی گربه‌ها وقتی ناراحتن پر سر و صداتر میشن و میوهای طولانی و ناله میکنن، انگار که میخوان نشون بدن یه چیزی سر جاش نیست. پنجمی بس با بازی مورد علاقهشون بی‌توجهی میکنن. گربه‌ها وقتی ناراحتن دیگه مثل قبل علاقه‌ای به بازی کردن نشون نمیدن. از طرفی وقتی خودت هیچ وقت پیشش نباشه که همراهیش کنی، میلش به بازی کردن کم میشه. این ویدیو رو بفرست برای کسایی که میگن چرا گربه تا اندازه بچت دوستش داری. گربه حیوان سیاره ژوپیتره، همون سیاره‌ای که تعادل، برکت و ثروت رو برای ما میاره. به خاطر همین همه اونایی که گربه دارن اعلام میکنن که از وقتی گربه توی خونمون اومده ما رزق و روزیمون بیشتر شده. گربه حیوان ماوراییه، میگن یه پاش تو این جهانه و یه پاش تو جهان ماورایی فیزیک، اما اصلا جن نداره، حتی گربه های سیاه. اتفاقا اونایی که گربه دارن میدونن وقتی که قرار بخشی از بدن شما مریض بشه، گربه میاد کنار اون اندام و شروع میکنه به خورخور کردن. اون فرکانسی که خورخور گربه داره باعث میشه که اون بخش بدن شما به تعادل برسه. حالا شما به من بگین گربه داشتن خوبه یا بد؟